سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشین در هر کجا که هستین. من امروز میخوایم کیکی زیبرا درست کنم. لطفاً تا آخر ویدیو من همراهی کنید. دوستانی که منو ساب نداره لطفاً کانال منو ساب و لایک کنید. متاسفانه من کانال قبلیم از پیشم حذف شد، به کمک شما دوستان نیازمندم. اول از همه من 5 عدد تخم مرغ که داشتم سفته و زرده از همدیگه جدا می‌کنم. یک نیم لیوان شکر که داشتم دو نصف کرده، نصفش روی زرده نصفش روی سفیده اضافه منم. اول سفیده تخم مرغ باش نصف شکر خوب با هم میزنم. سفیده هامو که هم زدیم به این غلظت که رسید، یعنی زمانی که ظرف طرف پایین مونیم دیگه اون سفیده نریزه از ظرفمون. من گرفتم داخل یخچال ماندم. الان اینجی من زرده تخم مرغ با نصف شکر که داشتم من هم میزنم. اینج ظرفم مناسب نبود، ظرفم تبدیل کردم رویش وانیل هم اضافه کردم، نصف قاشق چرخوری وانیل. زرده تخم مرغ تا زمان هم میزنیم که غلیظ و کشدار شود. بعدش نصف لیوان شیری که داشتم من در دو مرحله روی مواد اضافه میشه. جای شیر آبم اضافه کرد. بعدش یک لیوان روغن، بعدش یک قاشق بیکینگ پودر که داشتم میگیرم روی 2 نیم لیوان آرد خوب میریزم. اینجا من یادم رفت که اول باید سفیده تخم مرغ از یخچال در می‌آوردم، روی مواد اضافه می‌کردم.
من اشتباهی اول آرد را ریختم. شما میتونید اول سفیده تخم مرغ رو بریزید چون اونجوری کارشون راحت تر میشه. یالی من سفیده تخم مرغ از یخچال در آورده در 2-3 مرحله با یک قاشق میگیرم روی مواد خو ریخته روی سفیده با دورانی هم میزنم تا پوفی موادیم از بین نره. وقتی که زرده و سفیده با هم قاطی کردم مواد را به 2 قسمت مساوی تقسیم منم. روی یک 3 قاشق غذاخوری آرد، روی یکی دیگهش میگیرم 3 قاشق غذاخوری پودر کاکائو اضافه منم. باز دوباره با یک قاشق هم میزنم. من قفی قالب خود کاغذ روغنی ماندم. یکی در میان از موادی سفید و شکلاتی که داشتم در مرکز قالب رو به ترتیب میریزم تا که همه موادمون تمام بشه. در فری 180 درجه که 15 دقیقه قبل روشن کردم به مدت 45 تا 1 ساعت کیک ما آماده میشه. امیدوارم که درست کنید و خوشتان بیاید. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. هر کجا هستین خوش باشین و سلامت. روز نمازتون قبول. خدا حافظ.